نام AFG را بد کردین دست رکا شست بیم دیریشی تو تا به ساقه های پایت کش کردی چی را میخوای نشان بتی لنده قاره لنتیش نمیفهمی می برای یک قرصنا کم فتیر گپی دیگه بیرق کی را بالا کش کردی طالبان خارکو طبق فرمایش کل غنی مرده گوه بدن حالت کلان تروریست تاریخ کابل تبدیل کردیم به کانتر استریک وای افغانستان هستی جانم با آسانی نمیبازم جلو دشمنای داغم سینم و سپر رایت کرده رستم جان ساره تا که باشه بیرقت پرتا پرتا بچه شای مشک شاق مچام اینجا AFG بام نام داری اب تو هر شو کلید فستیوال بمان یکم منطقه به لحظه یکم ازبک دیار خوشگلم به ما هم به وزه چون که رولای خطر رو بیت سکام اب تو چست انگار شوشم توی تلکامی فهمیدم که خوشکو ترش کته هم میپزه شمالک میپزه تو تنم جمپرم پشم بیزون نوک قول بهم زدیم چند بره کشو بگیر عدن نره دوده چیلیم رفه دری کمرش جو پوچو قدیم معریفا رنگشیم کم سیب سپید لشیم پوش پاشون درست از گیریم بچه ما اخسارایی هستم بچهش مجرمه رفنی والی کتش کردم اما حالی رفت رستم مشکل نبنده پوتم بسته بیشه کشته میره پشت میله مای بچه AFG پرچم کشورم سبز قرمز مشکی بخوری به پستمون حالت گرفتی میکنیم پوست تو قلفتی باش نمیدیم به رقبای AFG قذره گرفتی محاصره کردن کشورمونو با توپ تانک تو چی فکر میکنی ما هم فراری از وطن خاک و اصالت خونه تو نمیبری از یاد تا کشوره میبینی به کلی میزنه خود در سیم آخر دل نوشه شد به گوهر مرهم زخم مادر اما تو غربت دلاور توی افغانستان هر روز انداره دلای مردم اونجا همیشه خونه منم تاجر نیستم اما دستم به دهنم میرسه همیشه فکر نکن که یه موقع کمرم خم میشه یا که غیرتم کم میشه وقتش رسید آیلر گپ بزنه گوش کو جور قصه کنم و به تنه سخ شوه گوش کن هر کس رفته رئیسه برم گره سر خونه خوش فقط ناامیدی میشه به هم دیگه کنیم پشت کشتار آیلر دیگه خیلی حرفا دیگه داره لندقر لا اله الا الله چرا هم دیگه رو بکشیم به والله گوشکش کل غنی عبدالله چی کردی با جوانای ما بنام و صالب داری جان کیم میگیری جان هموطنای خدا بیا قوم پرستیده گریب بس دست به دست هم بدیم تا وطن آباد کنیم اینجا هستم زنده باد جنرال دوستم جنرال دوستم بابا میتونم اینمی دریشی ما پودا شده برا آیله رو داریاب هنو پای کار رفت داره میشه پایدار ما گایده میشه شما رو خواهی مال نکاشم موشکی تاب دادم برم سبزه سرم سرخ جگرم مشکی میبینه چشمای ترم دوتا پر کشال و بازه منبر قدیمی وسط پلکون از تا به آسمونا دریچه از سال و ماه کلمه شهادت میگیری که چی میگم خلیفه دارم چی رو تعریف میکنم حتی گلیگاه اینه نشانه های بیرق ماست همیشه بالاست